السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، انشاءالله امروز به یاری پروردگار میخواهم برای شما عزیزان باز یک نموز شیرینی را نشان بدهم. شما بیننده برنامه های ما باشید، نوارهای ما را به یاران و دوستاتان روان کنین تا که آنها هم بهره بگیرند. حال اول ما شروع میکنیم کرم همین چیزه که در داخل همون چهارمغزک لازم میشود. سکوشان ملکا، شما هم میدونین سکوشان ملکا چی هست. ما دو دانه از این را میگیریم، در داخل ظرف میگذاریم. ظرف مونه آب که پر کردیم حال میگذاریم مدت 2 ساعت. اینها باید بجوشن تا که داخل این غفص شود و سرخ شود. من چون که قبلا آماده کرده بودم 2 دانه از زمین سکوشان ملکا ها را، این را فقط برای شما نشان دادم که همین رقم میکنیم 2 ساعت میجوشد، بعد از 2 ساعت آماده میشود. بینندگان عزیز، حال ما شروع میکنیم خمیر همین چهارمغزک را. شما بیننده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما 2 دانه تخم داریم، تخم را در ظرف میگیریم، با میکسر آمیخته میکنیم. میره یک 160 گرم شکر داریم، شکر رو هم همراه میکنیم. حال بینندگان عزیز، شکر ما آب شد. در اینجا 130 گرم سمیتن داریم، سمیتن رو هم همراه میکنیم. باز آمیخته میکنیم. یک 150 گرم مسکه داریم، مسکه خزایش که هم باشد میشود، از کریم هم باشد میشود. 150 گرم است. این را هم همراه میکنیم. شما بگیرید 4 ساعت قبل، چون که مسکه ملایم باشد، سخت نباشد. ما اگر این را آب کنیم بریزیم یک ذره آرده بسیار میگیره. اینا بینندگان عزیز، 3 گرم وانیلین داریم، وانیلین هم همراه کردیم. خب در اینجا 5 گرم رزدخلیتل است، 1 قاشقچه. این را 500 گرم آرد داریم، این را همراه میکنیم، همراه آرد. یک کم تا آمیخته کرده. خب دیگه آرد همراه میکنیم در این ظرف. فقط شما بینندگان گرامی همیشه کوشش کنید که آرد اله کنید، چون که من پیشتر را اله کردم، آماده کرده هستم. آردم یک قسمش میریزیم، باز یک کم تر آمیخته میکنیم. خب با یک قسم میگشم به 3 قسم قطعی را تقسیم میکنیم. آرد کم کم آمیخته شود. خب این بینندگان گرامی قسم 3 میشم. 500 گرم آرد داشتیم، همشه ریختیم. خمیر آماده کردگی ما آماده شده است. ولی یک طرف گذاشتیم، منتظر میشیم که نفرت گرم شود. شما بینندگان گرامی میتونید که اگر وقتتون زیاد باشد خمیر را در خلدنیک بگذارین، یک کم ترک خودش بگیره، خنک‌تر شد، باز آسان‌تر میشود غیله کردنش. ولی ما چیکار میکنیم تا گرم شدن ایره خمیر مونه غیله میکنیم. یک کم خمیر رو گرفتیم، حال زغالچه میگیریم کمتر، اینم ترتیب خطی حال میگذاریم. حال میبندیم دهان اپرات رو، میگذاریم که اینا سرخ شوند. این حال میکشویم این رو. اینا ببینیم که زیادی بعدم سرخ نشود، اینقدر بسنده است.
ببینید بینندگان عزیز، به این ترتیب همه خمیری که ماندگی هست، خمیر ما همش پخته کردیم، ولی من یکی را برای شما نشون میدهم. ببینید اینا اضافه ماندگی است. اینا رو ما میشکنیم، یک طرف میگذاریم، چون که اینها لازم میشود باز نپرتیم که اسراف میشود. اینها را میگیریم با داخل امینا همراه سکشون ملکا ارالش میکنیم، میگذاریم در داخلشان. نه ببینید اینقدر وظیف شد. بینندگان عزیز، ما همش تازه کردیم. اضافه موندگیش میده میکنیم با بلندر، همراه سکشون ملکا ارالش میکنیم. این سکشون ملکا را ما قبلا آماده کرده بودیم، برای شما نشان دادیم که چی رقم آماده کنیم. بسم الله یک باز میکنیم. ببینید این مثل سرخ میشود، میگیریم در یک ظرف جداگانه. سکشون ملکا را گرفتیم در کاسه جداگانه، برای شما نشان دادیم که اینا را باید میده کنیم، ولی میده شدن همراه میکنیم همراه سکشون ملکا خوب آمیخته میکنیم که میکوبیم. خود سکشون ملکا را اگر خودش تنها استفاده کنین میشود، اگر که مثلا با خواستین که یگان چیز اضافه کنین، به خاطر اسراف نشدن باقی مانده خمیر گفتیم اینا ارالش میکنیم. اینا بینندگان عزیز شروع میکنیم. اینا گرفتیم یک دانه چهارمغزک رو کم تر از زمین سکشون ملکا در یک قسمش گذاشتیم، باز در یک قسم گشت. حالی اینها را میچسبونیم. اینا ببینید، اینا به همین ترتیب همه همین خمیرمون خلاص میکنیم. بینندگان عزیز، این خمیری که آماده کردیم از اول نوار تا آخر دیدین 60 دانه تا 62 دانه می شود. یک دانه سکشون ملکا هم بسنده میکند. اگر شما 2 ریسیپ آماده میکردید خب 2 تا سکشون ملکا بگیرید. اینا ببینید، این همون 4 مغزک میگن، اینا همو است، داخلش هم بسیار زیباست، مزهش هم خوشمزه است. نوارهای ما را به یاران و دوستاتان روان کنین. الله یار و مددگارتان باشد. تا نوارهای بعدی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.